مناظره‌های انتخاباتی رژیم مدار جدیدی در طنز بود، هم در طراحی و هم در اجرا. از ویژگیش هم اینه که با وجود اینکه خب خیلی هم بهش پرداخته شده، ولی اینقدر عنصر طنز درش سرشار است که حالاها زوایای جدید برای پرداختن داره بدون اینکه با موارد قبلی حالت تکراری پیدا بکنه. به یک برداشت موزیکال از این وضعیت به یاد موندنی توجه کنید. عصر شما بخیر. امروز سومین و آخرین مناظره انتخاباتی نامزدهای 11مین دوره ریاست جمهوری رو در حضور شما برگزار می‌کنیم. صلواتی مرحمت بفرمایید. ایشونا که همش صلوات میفرستن. امروز مردم ایران از دولتمون خسته شدن. در دولت ما حقوق مردم، حق مردم برای من مهم نیست. وای و میرسیم با آقای رضایی که با یک لحنی صحبت میکنن که مثل این که نظرات بسیار دقیقی داشتن. خیلی حرفا هست نباید گفته بشه، جای این بحثا نیست. خدا رحم کنه به این کشور. آقا خدا رحم کنه. بد اخلاقی ها رو نه آقا شما رو کاندیدا ها کنار بگذارن. آقا چیکار کردین؟ آره من دیگه بعدش نمیخوام بگم، قربون شما برم. قضیه بده بستونه. چه اینطور؟ ما چه بخواهیم مقاومت بکنیم، چه بخواهیم مذاکره بکنیم، چه بخواهیم رقابت بکنیم، هر دوتاش غلط بود. این که هم چیزی که درست نیست، این شیوه غلط، احمقانه است، کاملا غلط هست. آقا جون ما با چه زبانی تو این کشور صحبت کنیم؟ انقلاب شد ما وزیر شدیم، رفتیم تو تحریم، نفت نمیخریدن، جنگ بود، میزدن، میکشتن، چی میکردن؟ چی بود ما نبودیم. آمدن گویی جلوی پنجره مملکت رو مثل یه گونی تکاندن، همه رو ریختن بیرون. اون مجلس اصلاحات 5 ماه تمام بنده رو یه لنگ پا دم در مجلس نگه داشت، اعتبارنامه من تصدیق نمی‌کرد. از اولی که به دنیا آمدیم تو تحریم بودیم. ما باید چشم ما رو باز کنیم. کفاره شرابخوری های بی حساب که بازم شعرش گرفت. مخمور در میانه رندان نشستن. به نظام هم اعتقاد دارم، به ولایت فقط اعتقاد قلبی و صمیمانه دارم. به قانون اساسی پایبند هستم. قائل جلیلی همه ضعفاش دیده شد. حالا من نمیدونم اینو به شوخی گفته بودید یا جد فرموده بودید. ببینید دیگه اینا چیزای روشن و واضحی. ما باید با کت خدا کنار بیایم. فهم کردن همشون میگن فضای امنیتی. امروز هر حنجره‌ای و زبانی که به دشمنی با یکدیگر تحریک بکنه و عصبیت ها رو تحریک بکنه علیه یکدیگر، ناطق من الشیطان است. کسی رو که خوابیده میشود بیدار کرد، اما کسی که خودش رو به خواب زده هیچ وقت نمیشه بیدار کرد. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.